شبی ترش روی و بارانی کلبه ای مادرم به یاد آمد بامی او می چکد زی باران ها در دلم عالم بداد آمد بامی او می چکد زی باران ها در دلم عالم بداد آمد مادرم مادری بهشتیم آسمان بایسی چه گریان است مادرم مادری بهشتیم آسمان بایسی چه گریان است عشق تو بس نبود در دنیا باز باران و باز باران است عشق تو بس نبود در دنیا باز باران و باز باران است در چنین کلبه فقیرانه با دلی راست مادرم داراست کودکانش به هر کجا رفتن مانده در کنج خانه تنهاست کودکانش به هر کجا رفتن مانده در کنج خانه تنهاست کودکانش به هر کجا رفتن مانده در کنج خانه تنهاست مادرم مادری بهشتیم آسمان بایسی چه گریان است مادرم مادری بهشتیم
آسمان باعث چه گریان است اشک تو بس نبود در دنیا باز باران و باز باران است اشک تو بس نبود در دنیا باز باران و باز باران است بهشتیم نزد تو از آن پشیمان ها تیر باران اگر نکش ما را نزد با کزی برف و باران ها آسمان باعث چه گریان است مادرم مادری بهشتیم آسمان باعث چه گریان است اشک تو بس نبود در دنیا باز باران و باز باران است اشک تو بس نبود در دنیا باز باران و باز باران است باز باران و باز باران است باز باران و باز باران با حرمت نام بزرگ مادران و پدران و وطن عزیزمان همدیاران گرامی قدر درود سرشار از مهر و محبت شامگاهی نثارتان. واقعا به شک و شبهه خوشحال میشویم هموطنان عزیز چون برنامه تهیه میکنیم دیده به دیدار شما میرسیم زیرا همه تلاش های ما اگر چندی کم هم باشد به خاطر آن است که عزیزان محبت میان ما و شما بیافزاید و شما برنامه های ما را تماشا کنید و ما با پیشنهاد برنامه ها یک کمی هم باشد تاب شما را والده گردانیده باشه. این برنامه فضا از دوستان عزیز روشنی بخش خاندان هر کدام شما با امید آنه که واقعا تنتنه صلح و ثبات و آبادی و آسایشتگی در کشورمان پایدار بماند. عزیزان در برنامه باز مهمان داریم ما گروه نوازندگان و هنرمند آوازخوان محمود جان علیف که همگی کارمندان انسمبل ترانه و رقص فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان مالام یک شریف جرایف است. شام همتون بخیر، دستانتون درد را نبیند. خوش آمدید به تلویزیون سفینه به برنامه فضا. اکای محمود جان امکان دارد که یک سلام و یک پیام شامگاهی چون ارمغان شامگاهی با مادران عزیز با اون افرانی که همین حالا پیاله چای در دست ما رو تماشا دارن برسانید. سلام گرم جوشانی خود را با کل بینندگان تلویزیون سفینه میرسانم. بسیار سپاس. ترانه‌ای که در آغاز سرای دید بسیار راحت بخش بود. باور کنید من بسیار در یک حالت شوک افتادم. بسیار برام پسند و گمان میکنم که بیننده های عزیز ما هم با یک انرژی تازه با یک روح بالیده این ترانه را شنیدن و حتما همین حالا سپاس به مادران گفته ایستادن که برای ما فرزندان اینقدر زحمت میکشن، برای ما فرزندان اینقدر تلاش میکنن تا بزرگ شویم، صاحب نان شویم، صاحب نام شویم و زندگیمون را رنگارنگ بسازیم. و واقعا آفرین به شما، احسن به شما مادران عزیز. برای اونه که البته با جدای صنعت قدم گذارید، نخست مکتب موسیقی خواندید و یا اینکه یک بار بعد ختم مکتب میونه با دانشکده حجت در دوره شوروی خانه پیانیرها میگفتند. در اون وقت استادای ما دست میگفتم در وقتی تصمیم که 1 2 3 4 میخواندم در اونجا میرفتم با استادان همکاری میکردیم. کی بودن نخست استادهای شما؟
استاد نخستین من معلم مرادای عثمانov هستند. در خانه پیانیران درس میگفتن. بسیار خوب. از همون زمان خردی سازهای موسیقی رو از بر کردید و ولی در همونجا یاد گرفتم اسباب. تن بجز از من همین اسباب رو با چه سازی موسیقی رو کم کم دایره می نوازم، اکاردیون می نوازم. بسیار خوب. واقعا سرزمین تاجیکستان و خاک زرخیز و فیضدار این سرزمین هنرپرور است، هنرمند پرور است و از هر منطقه‌ای که می‌بینیم هنرمندان واقعا نامدار و نامبردار صنعت و فرهنگ ملت تاجیک البته میبرایند و این هنر و این صنعت رو معرفی میکنند. خب اونجا از عضویت اویله کسی هنرمند نبودن؟ نیستن. تنها خود شما. کی را پیروی کردید؟ من بسیار تا استادی بزرگ گوش میکنم. استاد جوربیگ مرادوف، استاد ظفر نازیمov، شادروان استاد بوی محمد نیازوف، استاد اودین هاشمی بسیار تا گوش میکنم. استاد بسیار خوب. بعد از اون که مکتب میانه رو ختم کردید کجا حجت سپاردید؟ من به دانشگاه آموزگاری فاکولته صنعت برنامه استاد سعدین عینی. فاکولته صنعت موسیقی سپاردید. اونجا رشته 6 مقام بود و یا اینکه نه تنها فقط صنعت موسیقی بود. همونجا رو ختم کردید؟ معلومات موسیقی گرفتید؟ تمام. بله. بسیار خوب. امروز بیشتر تلاش میکنید در کدام رویه سرود بخونید؟ 6 مقام، فلک، استراد، چگونه؟ بسیار با من سرودهای خلقی معقول است. خلقی. رویه 6 مقام رو انتخاب کردید. در چنین یک انسامبل بانفوذ میان هنرمندانی که همه روزه در شور و شوق هستند، همه روزه در پی نوگانی هستند، کار کردن چگونه است؟ هنرمند رو مجبور میسازد که پی جستجوهای نو باشه؟ حتما مجبور میسازد که باید روز از روز کوشش کنیم، سرودهای نو بنا ایجاد کنیم. بیشتر کوشش میکنید که با کدام موضوع ها چنگال بزنید؟ بسیار میخوام که سرودهای وطن باشد، مادر، عشق، محبت. انا این ترانه‌ای که سرایدید مال کی است؟ شاعرش مال استاد لایق است. از استاد لایق. آهنگ از خودی بنده از خودم تیار کردم. برای آماده کردن این ترانه، این آهنگ چند روز پشت سر شد؟ چه زحمت‌ها پشت سر شد؟ بسیار کشیدیم. اینا مقریب 5-6 ماه آماده کردید. این برای برنامه فضا مخصوصا آماده کردید؟ یکم بار در اینجا صدا میده. در بار نخست در برنامه فضا به طور زنده صدا بله. بسیار خوب. 4 ترانه آوردید به برنامه. یک تاش رو سرایده در وصف مادر. خب ترانه هایی که حال حاضر هدیه میسازید در این شام زیبا، اونها از چه موضوع ها را در بر میگیرن؟ از عشق است، محبت است. سرودی که من میخوانم سرودی از سیدا است، گردم. این آهنگ رو کی به شما خود بنده تیار کردم؟ خودتون آماده کردید. بسیار خوب. همراهی انا هنروران. آماده اید که بسروید؟ بله. خب دوستان عزیز، گمان میکنم که بعد چند لحظه صحبت باز البته ترانه بشنویم. شمامان یک رنگ دیگر میگیرد. بعد این خاطر محمود جان علیف ترانه نوبتی رو در برنامه فضا میسراید. ما و شما تماشا میکنیم، راحت میکنیم و از بزرگی و از آسودگی و از تنجی وطن قصه. خواهش میکنم. شوم از تیغ زبانت گردم، چون خطی پشت لب از گرد دهانت گردم. از خجالت نتوانم به تو نزدیک شدن، از خجالت نتوانم به تو نزدیک شدن، چون تهی دست درت رافی دکانت گردم، چون تهی دست درت رافی دکانت گردم. گر نشینی به جبین پای تو را بوسه زنم،
برخرامیزی سری سروی روانت گردم با قدی خود دهنی تلخی مرا شیرین کن تا بکی از سری انگور کشانت گردم تا بکی از سری انگور کشانت گردم گوشه ابرو و مژگان تو را بنده شوم جان سپر ساخته تیر و کمانت گردم سیدا را جگری رشت بناسو رسان سیدا را جگری رشت بناسو رسان زی خمی زلفی کجی مشک فشانت گردم خمی زلفی کجی مشک فشانت گردم زی خمی زلفی کجی مشک فشانت گردم تشکر برادر عزیز برای اجرای ترانه نوبتی و گفتید زیاده از 10 سال است که و یا قریبا 10 سال است که در انسمبل ترانه و رقص فعالیت میکنید و در عموم در جدای صنعت گمان میکنم که خیلی سال است که فعالیت کرده ایستادید و با این دنیا آشنایی بزرگ هم پیدا کردید. مضمون هنر و هنرمندی رو چگونه درک میکنید؟ یعنی که هنر برای انسان چی هدیه میکند؟ هنرمند باید چگونه شخصیت باشد؟ فکر میکنم هنرمند اول باید فقط مهنت کند. بله. پیش از این وقتی مهنت کردی هنری که خوبه که دریافتی فکر میکنم بعد شیرینی‌هاش میچشی. بله. ببینید کجایی هم شنیده بودم که اگر میگد هنرمند با ساز موسیقی خود سرود سرایت مزه سراییدن و مزه نوازش رو درک میکند که این کار دیگر است همین گونه است؟ بله بله راست میگی. خب چگونه شما همین را تصویر میکنید؟ وقتی که می سرایید می نوازید چی است؟ چگونه قوت صرف میشه؟ من فکر میکنم یک شوق دیگر میتاد برای یک قوت دیگر میتاد اسباب برای انسان برای هنرمند. چگونه کمک میرسونه نفرانی که مثلا مرا یکی اسباب رباب در دست دارد، دیگری تبلک در دست دارد، دیگری اسباب برقی می نوازد، در آماده کردن آهنگ ها ایده ها برای شما پیشنهاد میکنند؟ بله هر یک اسباب یک نوازش خود داره، یک کیفیت خود رو داره. یعنی که در یک جایگی البته. بله حتما در یک جایگی. بسیار خوب. واقعا همون گونه از هر کجایی که صدای موسیقی هست، هر کجایی که البته شنیدن معنی است به انسان راحت میبخشد، انسان را از خستگی ها دور میسازد و کاش همین گونه باشد همیشه. البته در خاندان ملت تاجیک، چون ما یک ملت صاحب فرهنگ، صاحب سنت و فرهنگ دوستدار هستیم. تشکر. ترانه نوبتی چی نام دارد؟ ترانه نوبتی از استاد ظفر ناظیمov بر غزل جامی نادیده رخ. بسیار خوب. آهنگ استاد است. استاد ظفر ناظیم است. بازخوانی میکنید؟ بله بله. تشکر. روح استادانی که برای این ملت زحمت کشیدن، برای پیشرفت این صنعت تلاش‌های زیاد کردن شاد باد و عزیزان دل ترانه نوبتی را در این شام زیبا و عطرآلود وطن میشنویم و یک جای هم استراحت میکنیم. برنامه فضا است. مهمان خاندان شما در خود عمره سودای تو ورزیدم، فارغ ز تو چون باشم اکنون که رخ دیدم، فارغ ز تو چون باشم اکنون که رخ دیدم.
برخواست مرا در دیل مهر رخ تو منزل، برخواست مرا در دیل مهر رخ تو منزل. دل از همه برکنده مهر از همه بیبریده، دل از همه برکنده مهر از همه بیبریده. آنجا کی به بزمی من بینواخ نوایی نه، آنجا کی به بزمی من بینواخ نوایی نه. دمساز شدم باور از عشقی تو نالیدم، دمساز شدم باور از عشقی تو نالیدم. سبکی دیگر است این بار اشعاری تو را جامی، سبکی دیگر است این بار اشعاری تو را جامی. هرگز زینه‌ای کل کرد زمزم نشنیدم، هرگز زینه‌ای کل کرد این زمزم نشنیدم، هرگز زینه‌ای کل کرد این زمزم نشنیدم. تشکر به شما و به گروه ایجادی. ترانه سومم خیلی ترانه زیبا، غزل حضرت جمعی و آهنگ استاد ظفر ناظیموف که واقعا ایشان همیشه هم این گونه ترانه های ماندگار خوندن همراه دیگر هنرمندانی که هم قدم ایشان بودن و امروز شما نسل جوان هنرمند از سروداشان بازخوانی میکنید که واقعا امیدوار هستیم روحشان شاد خواهد گشت. تشکر. و آهسته آهسته به انجام برنامه رسیده ایستاده. البته از مرادها قصه کردید که به تمنای آنه که همه گونه باز ترانه های نوین و زیبا ایجاد میکنید و به برنامه ما میآیید. البته الکی فصل سرما هم زمستان زیبا هم فرا رسیده ایستاده است. مردم یکم بیکارتر می شود و نیاز پیدا میکند به شنیدن موسیقی و آهنگ های نو و سرودهای تازه. البته باور دارم که تصمیم دارید کنسرت برگزار کردن. بله بله، تصمیم داریم که روزهای نزدیک یک کنسرت خود را برپا کنیم، پیشکش مخلصان کنیم در فیلارمونی عالی تاجیکستان. برنامه تون از چه عبارت است؟ برنامه کنسرتیتون؟ چون که گفتم از وطن، از مادر، از عشق، از محبت. همین ترانه ها. بله. بسیار خوب است. براتون ما برار میخواهیم در راه ایجاد و در راه هنر. این راه زحمت طلب است، این راه دوست داشتن هاست، این راه پاک قدم گذاشتن هاست و در این صورت هنرمند موفق می شود. امیدوار هستیم که بازم سر همین سفره با ترانه های زیبا خاطر بیننده ها را شاد میگردونید. تشکر. برار به کسب و کارتون به همتون موفقیت خوش آمدید. و بیننده های عزیز به شما نیز ما یک عالم سپاس میگوییم برای که وقت جدا میکنید، سر سفره شامگاهی ما رو تماشا میکنید و ما امید داریم که هر برنامه ما البته به قلب شما جا می شود و سفینه آرزوها رو همیشه تماشا میکنید و تمنا میکنیم که سفینه آرزوهای شما هم همیشه در شنا باشد عزیزان و همه امیداتون جامعه عمل بپوشد. رسیدیم به فرجام برنامه این شامینه. ترانه انجامی رو محمود جان علیف می سراید و دیگر برنامه ها در پیش است.
به شما برای تماشا و روزگار خوش و شب پر از محبت آرزو میکنیم. کجا می روی ماهی شبی تار کجا می روی ای گلی بخار کجا می روی ماهی شبی تار کجا می روی یار مرم از من و از من شنو یار مرم از من و از من شنو آهی دلی زار کجا می روی آهی دلی زار کجا می روی نما جان دی همه درد عشق داری بیمار کجا می روی رهنما جان دی همه درد عشق داری بیمار کجا می روی تشنه جگر سوختمت عشق تو تشنه جگر سوختمت عشق تو آبکی انار کجا می روی آبکی انار کجا می روی جوانی و من سختم و افگار کجا می روی کرت چکن یارک گل پوشی من زیب چمن زار کجا می روی شعر ترامن به الهام من شعر ترامن به الهام من معنی اشعار کجا می روی اشعار کجا می روی معنی اشعار کجا می روی